سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. میریم سراغ تست کباب ترکی که میمیره واسه من که تستش کنم. یعنی همیشه از جلو نشاط رد میشم، انرژیش منو میگیره، باید ازش خرید کنم. بریم تو کار کباب ترکیش. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان جاتون خالی. یه لقمه لاتی پر گوجه خیارشور. دیگه اصل قضیه رو نگم که سس سیره. واه 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 واه. دوستان جاتون خالی دوستان. واه واه. منو ببخشید واقعا نمیشه نخورد. یه دونه بدون سس میریم. دوستان کباب ترشی پرسی بهتره، هر چقدر میخوای پر میکنی. وای خیلی سنگینه. منم اشتباه کردم، 2-3 پرس گرفتم. سس رو میریم به این حالت، میریم روی این پیاز بازیش میکنیم. وای نگم براتون این لقمه رو، به عشق خودتون این لقمه رو میرم. بفهم عاشق من. دوستانی که میگن کامل بخور طولانی تر بذار، 3 پرس ترکی الان 2 پرسش گذاشتم اینجا. نمیتونم من انقدر معده ندارم.
تا اونجا که بتونم موکبانگ براتون میرم. خیلی لقمه میخوام به عشق فالوورا برم که حمایت هم میکنن. بعد خدا حمایت هم میکنید، دوستتون دارم. بریم تو کار کباب ترکی باز. آخرین لقمه است که واقعا جا نرم. اینم به خاطر شما میرم ولی پر میرم. ببینید اوه اوه اوه. وای وای وای، دیوونه کننده است این. بفهمید دیگه جا ندارم دوستان. وای بچه ها خیلی دوستتون دارم. یا علی.